مدارک دیگه ای هم پلیس پیدا کرد. مثلا سگای پلیس روی تخت چند تا لکه پیدا کردن که انگار از این ماده برای شعله ورتر کردن آتیش استفاده شده، برای اینکه شعله بخواد مثلا آتیش بخواد گر بگیره، از اون ماده استفاده شده. همینطور پلیس موبایل و آیپد چد رو توی محل حادثه پیدا میکنه. مشخص میشه که پیام‌های نیکی از روز بعد کریسمس شروع میشه و آخرش هم برمیگرده به 30 دسامبر. توی یکی از پیام‌ها به چد میگه که برای گذروندن یه دوره‌ای که مربوط به کارش میشه چند روزی رو میره و نمیتونه به خونه بیاد. پس از اینجا هم مطمئن میشیم که کلاً چد روزهای آخر رو تنها بوده توی خونه. تصویری از چد رو میبینین که 30 دسامبر دوربینای مداربسته سالن بولینگ از اون ضبط کردن و همینطور لحظه خروجشه که ساعت 10:20 نشون میده. این آخرین تصویر ضبط شده از چد هستش. بعدم که برمیگرده سمت خونه، ولی هیچ ورودی از چد به خونه ثبت نمیشه. ساعت 10:50 یعنی دقیقاً زمانی که باید ورود چد به خونه رو